سلام همراهان گرامی، معرفی منطقه هشتم تابستانه رو داریم. دریاچه سنت اندروز بین کنت و لندن تقریبا 1 ساعت رانندگی فاصله با لندن داره. سنت اندروز خانه پارک آبی و پارک بادی مینیاتوری بچه‌ها بزرگسالانه که برای همه اعضای خانواده سرگرمی پرنشاط آبی و آدرنالینی مهیا میکنه. مرکزش میتونید یک کایاک، کانوی کانادایی، قایق پارویی، قایق پدالی دوچرخه‌ای یا قایق بادبانی کرایه کنید یا قایق خودتون رو همراه داشته باشید. دوره‌های قایق سواری، فعالیت موج سواری، شنا در آب‌های آزاد و همچنین جلسات یوگا ساحلی هم موجوده. این دریاچه ماهیگیری، غواصی، سنگ‌نوردی و طیف وسیع از فعالیت‌ها از جمله تیراندازی با کمان و خیلی موارد دیگر رو ارائه میده. برای ورود به دریاچه و شنا کردن باید جلیقه مخصوص اونها رو به تن کنید. و اگر قصد شیرجه دارید باید قبلش کلاس آموزشی اونها رو پاس و با مسئولین مجموعه هماهنگ باشید، چون عمق آب به حال زیاده. آب دریاچه شیرین و شفاف و طبیعیه، میتونید از ماساژ سنگ داغی که اونجا ارائه میدن هم لذت ببرید. ساحل نسبتا خوبی هم برای آفتاب گرفتن و نیمکت‌های مخصوص هم وجود داره. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت اونها لطفا مراجعه کنید. خوش بگذره، شاد و پر انرژی باشید. فعلا